باز به چنل مونیبارتیان خوش اومدید. من اومدم دوباره شروع کردم. اگه خدا بخواد حساب زیادی بگیرم یا هر چی دیگه ای بتونم که دیگه نمیدونم همین. خب امروز اومدم که یه ویدیومو دیدم، واقعا ممنون. 71 تا بازدید گرفت و 7 تا لایک. ممنونم از همتون. دوباره شو گرفتم که بیام. امروز اومدم واسه تون مافیا بازی کنم. البته گفتم نه همینطوری برم نظر حرف بزنم براتون. این الان گوشیمه، من تبدیل کردم به لپتاپ. نگاه کنید. اگرم خواستید برنامهش رو بهتون میدم، ولی قول بدید 10 تا فالو شدیم، 10 تا ساب شدیم، این برنامه رو واسه تون میذارم. خب الان نمیدونم واقعا چیکار کنم. آدم اینطوری ویدیو بگیرم، میرم تو کالاف یه ذره نمیدونم. نه لحظه وی پی انم خاموش کنم. آها برم تو یوتیوب. فیسبوک چرا آمدم الان من؟ یا بیرون. همین گوشیم الان. یه لحظه ببخشید بچه. همین خوب شدم. برم تو یوتیوب. یه لحظه. یه رو فارسی هم. این چنلمه که تازه گذاشتم الان. چرا اینطوری شده؟ یه ذره باگ گرفته. آها خوب شد. این چنل یوتیوب من تصویرمو قطع میکنم راحت باشید. خب تازه گذاشتم، یعنی داشتم از قبل، الان باز آمدم. یه دونه مشترک و 26 تا ویدیو گذاشتم اینجا. آمارش یه دونه دمتون گرم، یه نفر لایک زده. 74 تا بازدید دارم، ممنون ازتون. یه دونه مشترک، 7 تا لایک و 3 تا نظر. این ویدیو هم آپلود کردم که بدونید بازم اومدم. بیشترین ویدیوم که بازدید گرفته این بود. این استوریم 11 تا بازدید گرفت، واقعا ممنون. بیشترین ویدیو هم این اولی ماینکرافت بود. ماینکرافت دیگه فکر نکنم بذارم دیگه، توی هفته ها مثلا یه دفعه بازی میذارم. سامی هم برادرم اونم هست با هم دیگه تو بعضی ویدیوها کالاف، ولی بیشتر کالاف میذارم. شاید اف سی هم گذاشتم واسهتون. این فوتبال دیگه بازی نمیکنم خیلی خاصی، یعنی درسته مثلا فیفا گیم پلی اینو گذاشته بودم، شایدم رو ایکس باکس، ولی اون دیگه واقعا اینقدر نداره. همین رو موبایل پلی بدم خوبترم، بهتر. یعنی الانم یه چیز واسهتون پلی بدم اگه میخواید، یه بازی کوتاه. لحظه من این ویتوره رو قطع کنم برم تو کالاف. وی رو پیدا نمی کنم. ای بابا. وی تو قطع کنم. خب الان برم تو کالاف. این ویدیو من
ویدیومو کمتر ادیت میکنم، مثلا شاتایی که خودم میذارم. جدی دارم مثل قبل نیست. اون اکانت قبلی هم که میدونستید پیشرو، اسمش پیشرو ایدیوس بود، آخرین ویدیویی که گذاشتم متاسفانه به هوا رفت، دیگه اونو ندارم. یه اکانت دیگه دارم 202. یه کامنت انگلیسی، یه لایک واسم بذارید که من دوست داشته باشم. فالو هم کنید لطفا هر کی اگه ویدیو رو میبینه. استوری زیاد میذارم چون که استوریام مثلا میتونن راحت همه کسا میبینن، بیشتر استوری میبینن یا اون فیلم کوتاه شورت ویدیو بگم خوبتر. این سیزن الان نگاه کنید یه لحظه، من با نتو نگاه کنید خدایی، پینگم خیلی بده. نه بچه الان اومدم تو بازی، خدا رو شکر اومدم. کیلومتری که اومدیم دیگه نمیدونم. الان من تو سیزن 10 خب من خودم 2 بار زدم مولوتوفش رو گرفتم با دنس. گردونه همون نشونتون میدم. این اسالت چی بودیم؟ اسالت نایفو دارم. این از این نمیدونم اسمش، دستشو گرفتم. سودی کم که فقط یه دفعه یه دونه دارم بزنم، معلوم نیست، رو آرپیدیه میزنم. الان تو ویدیو های نداد، گفتم زود رد کنم. اینو زدم دیگه، 2 بار دنسشو گرفتم. اینم زدم دنسشو گرفتم با این چارمش. اسپکترم 2 بار زدم، 3 بار زدم ببخشید. توی اکانتم زدم با دفعه اول M16 رو گرفتم، واقعا باور نکردنی بود. اینجا رو من دیوونه کرد. USS9 2 بار زدم. اتچمنتامو نشونتون بدم دیگه، خودم دیلمو بهتون بدم. من دیلم این اتچمنتش، دوست دارید بردارید. املای پی گذاشتم، اینو گذاشتم. اگه دوست داشتید بچینین اینا. یه مکتنم دارم متوسطه، نگم انقدر خوبه این اتچمنتش، ولی خوبه دیگه، بدک نیست. این HDRم عالیه، بچینید واقعا. آها یه چیزی، اگه خواستید من رنگ کلنو میارم پایین، اگه خواستید لطفا بی زحمت بیاید تو کلنمون، یه هر لولی هستی، من گذاشتم رو 50، اسمش IR داد سانیبه، که لولمون زودتر بره بالا و پیشرفت کنیم. دیگه مثلا اتچمنتامو داشتم نشونتون میدادم، دیارشم نه. سویچ پلید هم انقدر جالب نیست. USS9 هم عالیه، دوست دارید بچینید. اگه دارید اپیکو بذارید بهتر، نمیدونم الان چرا من نذاشتم. این بود این اتچمنتش. اصلا BB50 عشقه. این اتچمنت تو برتر سیزن آوردم، این مال خودم نیست. فنک هم بدک نیست، خوبه، ولی خودم اینقدر باش پلی نمیدم. اینه به جای فنک اودن بچینید خوبتره، بهتره. تاندرام که چینیدم، اینه واقعا اینقدر جالب نیست اتچمنتش، ولی اگه دوست داشتید بردارید. من مثلا برتر سیزن ببینم چی دارم.
بیارم. این سامی لژندریه، منم بتلم لژندریه. هر کی هم خواست با هم بازی کنه اسمم IR بروکنم یا ایدیم هم اگه میخواید. همین دیگه. لطفا لایک کنید و چنل رو ساب کنید. فعلا تا ویدیو بعدی. گود بای.